سلام به همگی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خوش اومدید به لایو امروز و امشب ما. همینطور که میبینید مهمونای ویژه داریم از سراسر دنیا، از ملبورن، از دبی و از استانبول. نمیخوام خیلی وقت کشی بکنم. موضوع امروزمون خیلی به نظرم جالبه. میخوام که بیشتر مهمونای عزیزمون صحبت بکنن. در مورد این میخوایم حرف بزنیم که تفاوت بیزینس آنلاین و آفلاین چیه و بیزینس ما چه مزایایی نسبت به بیزینس های دیگه داره. زری جون بفرمایید. خوشحال میشیم که هم صداتون رو بشنویم هم اطلاعات بیشتر از شما بگیریم. سلام به همگی، سلام به همه دوستان عزیز که ما رو تماشا میکنن. شب یلدای گذشته‌تون بخیر. من زهرا هستم، ساکن دبی و این بیزینس رو از دبی شروع کردم سالهاست و خب راجع به مزایای این بیزینس بخوایم بگیم که خیلیه، نمیدونیم از کجا شروع کنیم. مهمترین چیزش خب همون مسئله هزینه هاست که همیشه همه جا مطرح میشه. خب هزینه های بیزینس های نرمال رو خب همه میدونن، در واقع کلی باید هزینه کنن، جا بگیرن، رجیستر کنن، نیرو استخدام کنن و خیلی 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 چیزای دیگه. ولی تو بیزینس های آنلاین، تو مخصوصا بیزینس آنلاین ما، یه هزینه میکنی و یه هزینه خیلی 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 کمتر میکنی و بیزینس تو میتونی شروع کنی. و مهمتر از اینا اینه که این هزینه رو یه بار انجام میدی، یعنی یک بار فقط در واقع وقتی که میخوای استارت بزنی این هزینه رو انجام میدی. و از همه مهمتر این هزینه رو به کسی نمیدی. این هزینه برای خودت میشه، یعنی صرف پروداکت محصولی میشه که دریافت میکنی و صرف آموزشه. یعنی این هزینه اصلا هدر نمیره حتی اگه بیزینس رو شروع نکنی. یعنی این خب خیلی خیلی فکر میکنم مزیت خوبیه و اینکه یه بار انجام میدی، یعنی این نیست که هر سال بخوای باز رینیو کنی، یه کارایی بکنی، یه پولایی بدی و به دولت بدی، به کارمندات بدی. این مسئله هزینه ها فکر میکنم خیلی خیلی چیز جذابیه که این بیزینس رو جذابتر از همه کارهای دیگه کرده. خب میگم مزیت خیلی داره. حالا من اجازه میدم دوستان دیگم راجبش بیشتر صحبت کنم، ولی یه چیز دیگه که من دوست دارم بگم اینه که راجب تبلیغاته. شما هر بیزینسی بزنی مجبوری باز دوباره تبلیغات کنی که دیده بشی. تا تبلیغات نکنی که دیده نمیشی. یعنی این همه بیزینس توی دنیا وجود داره، شما بخوای یه بیزینس کوچیک رو شروع کنی، از نو بسازی، نیاز به تبلیغات داره. ولی این بیزینس ما به خاطر اینکه اولا خودش یه برنده و ما به یه برند وصل میشیم، ما فرانچایز یه برند رو میگیریم و به همین دلیل اولا این شناخته شده است و ثانیاً اینکه ما آموزش دیجیتال مارکتینگ میبینیم. نیاز نداره باز هزینه کنیم، پول بدیم به کسی که بیاد ما رو تبلیغ کنه. و این واقعا این دوتا فکر میکنم دیگه بهترین چیزاست از مزایای این بیزینس که بخوام گفته باشم. یه چیز دیگه دوست دارم همینجا بگم، حالا قبل از اینکه دوستان حرفشون رو شروع کنن، اینه که واقعا تکنولوژی های امروز اون دغدغه هایی که مردم از قبل داشتن از بین برده. همیشه یادم میاد که من پدرم بیزینس داشتن اون موقع، خدا رحمتشون کنه. پدر من همیشه دغدغه‌اش این بود که اگه من نباشم کی بیاد به جای من، کی بیاد به جای من. یادمه که برادر بزرگم خب دوست داشت بره درس بخونه و یک حسابداری خونده بود، دوست داشت بره یه کار دیگه بکنه و پدرم همش این تابستونا میکشید جای خودش که کارو یاد بگیره، چون ایشون نمایندگی لوازم یدکی ژاپن رو گرفته بودن و تنها کسی بودن که این کارو بلد بودن تو ایران. 3-4 نفر بودن، یکی هم پدر من بود و این هزینه‌ای که کرده بود، دورش رو دیده بود، سرمایه گذاری که کرده بود، اینا همش
من اون موقع بچه تر بودم ولی همش فکر میکردم اگه بابام مثلا فکر میکنه که اگه من نباشم این کارهایی که کردم، این هزینه‌هایی که کردم چی میشه، یعنی پوچ میشه، بعد کی قراره اینو هدایت کنه من که نباشم بالا سرش. و این دغدغه همه بیزینسمنا بود. ولی الان حتی بیزینس های نرمال هم الان سیستم سازی شده و بیزینس های آنلاین که دیگه معرکه است با این سیستم هایی که وجود داره، با این تیمایی که وجود داره، واقعا دیگه قوقا کرده و مردم دیگه اون فکرهای قبل و اون نگرانی های قبل رو ندارن که اگه من یه روزی نباشم بیزینسم به کجا میرسه. من دیگه واگذار میکنم به دوستان دیگه چون فرصت کمه، خستتون نکنم. مرسی زری جون از توضیحات کاملتون. فقط یه سوالی واسه من ایجاد شد، خدا پدرتونم بیامرزه و رحمت کنه، بعد از فوت ایشون این بیزینس به کجا ختم شد؟ سوال من بله من برادرام همه دیگه الان 2 تا از برادرام تو کار پدرم هستن، یکی شعبه تهران رو داره، یکی مشهد و دیگه کار میکنن دیگه. خب خدا رو شکر، خیالم راحت شد. مرسی عزیزم از توضیحاتتون. سیروس جان بفرمایید، خوشحال میشیم که بشنویم. سپاسگزارم که دعوتمون کردید و باعث افتخارمه در خدمت شما عزیزان باشم. من عرض کنم خدمتتون، من سیروس هستم، با خانواده‌ام در ملبورن زندگی میکنم. در پاسخ به سوال حضرت عالی خدمت عرض کنم که ایده اولیه من برای پیوستن به این بیزینس حل معضل تبلیغات در بیزینس سنتی خودم بود. تبلیغات و به خصوص تبلیغات سنتی در استرالیا بسیار پرهزینه است. عنوان مثال برای تهیه یک کارت ویزیت یا بروشور تبلیغاتی، صرف نظر از این که شما یک هزینه خود چاپ و طراحی چاپ رو دارید، هزینه این هست که این تبلیغات که این چیزی که دارید رو انرژی و زمان زیادی بذارید که دست مخاطب برسه. حتی گیرم که حالا این هزینه رو کردی، زمان رو گذاشتی، دست مخاطبم رسید. برای تکرار این تبلیغات باید مطمئن بشید که این تبلیغاتی که قبلا کردید آیا واقعا کارآمد بوده یا نه، یا اینکه به دیگر سخن باید پرسید که آیا این هزینه‌ای که شده واقعا مفید بوده، چند درصد از در گرفتن مشتری جدید من یا در افزایش فروش من واقعا سهم داشته، که جواب این سوال رو واقعا هیچ کس نمیدونه بده و قابل ردیابی هم نیست. شاید یه مثلا خیلی ساده تر اینه که مثلا شما یه بنر تبلیغاتی رو در یک چهارراه پرترافیک نصب می‌کنید، چقدر واقعا اون بنر تبلیغاتی برای مشتری شما، برای شما مشتری آورده، چند نفر اصلا دیدن، اینو اصلا هیچ کس نمیتونه پاسخ بده. یعنی شما هزینه‌ای کردید ولی کسی نمی‌دونه. ولی در دیجیتال مارکتینگ به صورت دقیق فیدبک مخاطبان رو شما میتونید رصد کنید، به سرعت هم میتونید پاسخ بدید. شما وقتی یه تبلیغات در لینکدین میذاری بلافاصله واسط ایمیل میاد که فلانی مثلا تبلیغات شما رو دیده. مضافاً به اینکه سرعت پیشرفت تکنولوژی به حدی است که اگر شما خودت را در فضای سنتی بروز نکنید، فاصلت از سایر رقبا به حدی میشه که چاره جز بستن بیزینس سنتی خودت نداری. حتی اگر بیزینس سنتی شما پیشینه 50 سال هم داشته باشد، باید شما از ابزارهای مدرن استفاده کنید. لذا من به این نتیجه رسیدم که باید از ابزارهای مدرن برای بازاریابی و تبلیغات بیزینس سنتی خودم استفاده کنم. وقتی وارد این بیزینس شدم دیدم این واقعا این بیزینس یه چیز منحصر به فردیه، که این بیزینس من این بیزینس رو برای خودم از نگاه خودم از 3 جنبه یعنی مفید فایده برای خودم دیدم. یک جنبه اول تبلیغات و برندسازی در دنیای آنلاین برای بیزینس سنتی خودم بود. یعنی من در این بیزینس که شروع کردم فرصت اینو دارم که تبلیغات بیزینس سنتی
خودم رو بکنم یا دیگران میتونن شغل خودشون رو بکنن، تبلیغات لایف استایل خودشون رو بکنن. چرا؟ چون ماهیت قیف فروش شرکت بزرگی که ما برایشون بازاریابی میکنه فرصت رو به ما این فرصت رو داده که اعتماد سازی بکنیم و برند سازی کنیم. این یعنی چی یعنی چی؟ مفهومش اینه که یعنی که ما میتوانیم موضوع تبلیغ و اعتماد سازی رو عنوان مثال من خودم بیزینس سنتی خودم قرار بدم، دیگری میتونه حرفه خودش قرار بده، یکی دیگه میتونه سبک زندگی خودش قرار بده، یکی خانومی هست که زیبایی خودش رو در واقع ارائه میکنه، یا آقای هست خوشتیپی خودش ارائه میکنه، یا کسی هست در واقع پولی که ثروتی که در واقع یعنی و لحظات زیبایی رو میآفرنه و از این طریق اعتماد سازی میکنن. من شاید میشه گفت 2 تا جنبه دیگه در این بیزینس دیدم که یکی دیگه خود همین ماهیت بیزینس هست که درآمدزاییه، یکی دیگه هم که میتونم با تولید محتوا توی سوشال مدیا کسب درآمد کنم که این رو میذارم در فرصت آتی اگر به من وقت بدید در خدمت شما هستم. حتما خوشحال میشیم. مرسی از توضیحاتتون. محمد جان بفرمایید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که ما رو میبینن و میشنون. روز و شب خوبی و امیدوارم که سپری کرده باشن. در مورد سوال که تفاوت بیزینس آفلاین و آنلاین، من 3 تا مورد توی ذهنم هست که میتونه تو محدوده جغرافیایی، ساعت کاری و هزینه ها باشه. محدوده جغرافیایی برای کار آفلاین، خب میدونیم که مغازه، دفتر یا کارخونه محدود میشه به همون شهر، محل یا نهایتا بزرگتر کشوره که دارید زندگی میکنید. اما خب این توی بحث آنلاین یه جهانی میشه و اصلا از اون محدوده و چارچوب خارج میشه. مسئله دوم مسئله ساعت کاریه واسه بحث آفلاین. خب شما محدودیت ساعت دارید، محدودیت زمان دارید، بالاخره یه تایمی رو باید باز کنید و یه تایمی رو هم ببندید. اما خب توی آنلاین این مشکل نیست. اگر مشکل بدونیمش 7/24 شما میتونید کار بکنید، تا اونجا که توان داشته باشید میتونید کار بکنید. مسئله سوم هزینه است که خب اجاره دفتر و مغازه و کارخونه و هزینه آب و گاز و برق و بالاخره اون نیروی کار توی قسمت آفلاین هست. همه اینا بالکل حذف میشه توی آنلاین. تو بحث دوم که بخوایم بیزینس خودمون که آنلاین با بقیه بیزینس های آنلاین بخوایم بسنجیم، اونم با 3 مورد من واسش دیدم که به نظر من انبارداری، هزینه و مدل ارائه است. خب بیزینس ما انبارداری میدونیم که نداره، اون کار رو خود کمپانی داره انجام میده، خب این حذف میشه از ما. به طب هزینه یا هم که ما میخوایم بابت محصول و انبارداری بدیم اون هم حذف میشه. یعنی ما 2 پله جلو هستیم از بقیه بیزینس های آنلاین. و مورد سومش نحوه ارائهشه که خب بیزینس های آنلاین دیگه شما رو درگیر میکنه با محصول، ولی خب ما با محصول درگیر نیستیم، باز یه پله بریم جلوتر و ارائه که میکنه ارائه بیزینس پلنه. این خب خیلی بیزینس ما رو برجسته میکنه نسبت به بقیه بیزینس های آنلاین. در خدمتتون هستم. دقیقاً درسته. لپ کلام گفتی دیگه، حرفی واسه من نبود که نمونده که بگم. ولی من دوست دارم که تجربه شخصی خودم بگم. موقعی که من توی ایران مربیگری شنان میکردم خیلی هم خوب درآمد داشتم، چون من با استخرهای خصوصی و خونگی و منطقه 1 تهران کار میکردم و کل روز من فول بود و توی رشته خودم خیلی مهارت و درآمد خوبی داشتم. ولی من تمام این مسیرایی که بین استخرا برم، بین خونه ها برم و صبح که میخواستم از خونه خودم تا اون منطقه برسم، ساعتهای زیادی و هم رفتنه توی ترافیک بودم، هم برگشتنه، هم بین خونه ها. خیلی سعی میکردم که اون ساعتها رو مفیدتر باشم توی ترافیک، مثلا پادکستی گوش بکنم. ولی در نهایت تا کی میخواستم اون پادکستی که گوش میکردم، شاید که مثلا میخواستیم اون زمان منو جمع‌بندی کنی، شاید مثلا میشد تو کل زندگی مگه میخواستم اون کار ادامه بدم 3.5 سال شاید بلکه بیشتر من زمانم توی ترافیک هدر میرفت. و خب مزایای آنلاین خیلی زیاده، اکثرانتون میدونه، دوستانم بهشون اشاره کردن، خیلی برجسته است، لازم به توضیحات من نیست. ولی من وقتم داشت تلف میشد بابت
کاری که عاشقانه دوستش داشتم و از بچگی این رشته رو انتخاب کرده بودم به خاطر عشقی که داشتم ازش زده می شدم، به خاطر این مسائل ترافیکی که هر روز باش مواجه بودم. صبح از دم خونه شروع می شد توی آلودگی و اون ترافیکی که باید می رفتم و می اومدم. و خب بعدش هم که مهاجرت کردم دوران کرونا شد، یه تلنگری واسه من شدش که باید من یه بیزینس آنلاین برای خودم دست و پا کنم و جفت و جور کنم. حالا اگرم باز خوشبینانه باشیم که در آینده ویروسی دوران قرنطینه اتفاق نیفته که خدا رو یعنی شکر میکنم. آره از خدا میخوام، مرسی که کمک کردی، از خدا میخوام که همچین اتفاقی نیفته. ولی خب همه چیز به سمت آنلاین داره میره. ما الان از لباس گرفته تا مواد غذایی هر چیزی به آنلاین به اون سمت رفته و واسه همین چون داره تکنولوژی هر روز پیشرفت میکنه من میخوام که سمت آنلاین برم. اتفاقا خیلی هم مسیج میگیرم که میگن مخصوصا توی ایران، چون این بیزینس ما توی ایران کار نمیکنه، خیلی ها مسیج میدن که به نظر تو فلان کار آنلاین هم خوبه. من توصیهم بهش اینه که عزیزم تحقیق کن، حتما هر جوری شده به دنیا آنلاین خودتو وصل بکن. و حالا چرا ما بیزینس خودمون میگیم برتره؟ ما نمیگیم که آمازون کار نمیکنه، اتفاقا خیلی بیزینس خوبیه، یا حالا بیزینس های ایکس و ایگرگ که توی آنلاین هستن همشون خیلی خوب دارن کار میکنن و زندگی ها داره مثلا به واسطه همون آمازون میچرخه، ولی هر کدومشون توی یه قسمتی لنگ میزنه. همونجوری که محمد گفت شما توی آمازون با محصول باید سرکله بزنید، باید که این محصول توی خونتون دپو بکنید و حالت انبارداری داشته باشید. خب آمازون طرح بازنشستگی نداره، آمازون ترینینگ نداره، شما آموزش نمیبینید، شما خودتون باید بین اون رقبایی که توی آمازون دارید خودتون رو آموزش بدید و آپدیت بکنید. واسه همین بیزینس ما که ما بهتون انقدر پیشنهاد میکنیم که حداقل بیاید فقط تستش بکنید، ازش آگاهی کامل رو بگیرید ببینید چیه، واسه که ما یه فول پکیج کاملیم، از طرح بازنشستگی، از اینکه شما با محصول سرکله نمیزنید، ترینینگ دارید، منتور و کوچ دارید. واسه همین بهتون پیشنهاد میکنیم به دوره ترایال ما که $149 ریسک فریه و ریفاندبله، بیاید فقط چک بکنید، تحقیق بکنید، با دوستتون مشورت کنید، با همسرتون مشورت کنید، بعد اگه خواستید استارت بزنید. واسه همین چیزی از دست نمیدید، فقط میتونید بیزینس ما رو مثل بیزینس های آنلاین دیگه که دارید تست میکنید اینم تست بکنید و آگاهی لازم رو بگیرید. سیروس جان دوست داریم که ادامه صحبت های شما رو دوباره بشنویم. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. من در ادامه عرضم در خصوص جنبه دوم که اصل و اساس این بیزینس بازاریابی برای شرکت بزرگ، یعنی ما یه قرارداد فرانچایز داریم، فرانچایز آیلان با این شرکت داریم. کار ما در این بیزینس اینه که با محتوای مفید در سوشال مدیا اعتماد سازی کنیم. ساده ترین روش اعتماد سازی ارائه شاهد عینی است، یعنی ما معرفی افرادی که در این بیزینس موفق بودن و هستن. برای جلب اعتماد مخاطب شما پای صحبت کسانی می‌نشینید که الان تا درآمدهای 5 رقمی در ما دارن. یعنی من روزانه خودم شاهد موفقیت چشمگیر همگروهای خودم، منتور، کوچ و هزاران نفر دیگه در این گروه 184 هزار نفری هستیم. حتی درآمدها به گونه‌ای است که اصلا دیگه نمیتونیم نام درآمد جانبی بهش بگیم، یعنی درآمد چه میدونم $8,000 $10,000 در هفته مگر درآمد جانبی محسوب میشه؟ کدوم میگه؟ من که این رو درآمد جانبی محسوب نمیکنم. حالا دیگه شاید بینندگان ما اینو اینطوری فرض کنن. البته اینو توجه داشته باشیم که این یک شبه حاصل نمیشه، اصلا باید تلاش کرد و اینجا لاتاری نیست و باید یک پروسه رو طی بکنی و این استپ بای استپ. اصلا موفقیت یک فرایند تدریجیه. یعنی این بیزینس یک ساختاری داره که ما بر اساس اون ساختار باید جلو بریم. و جنبه سومش تولید محتواست. ما وقتی محتوای مفید تولید میکنیم، وقتی اعتماد سازی میکنیم، برند سازی میکنیم،
این محتوای مفید رو در سوشال مدیا به اشتراک میذاریم، مشتریان در بینندگانمان این رو میبینن. این محتوای مفید از طریق یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام میتونید درآمد کسب کنید. یعنی این بیزینسی که شما شروع میکنید وقتی نگاه میکنی میبینی هر 3 تا آیتمش محوریتش خود شما هستید. چه در اون که تبلیغات، وقتی شما محتوا تولید میکنید، محتوای بهت نمیگن که بیا در رابطه با محصول آمازون محتوا تولید کن، میگن که محتوایی که تولید میکنی سبک زندگی خودت رو به نمایش بذار. حالا یکی لایف استایلشو میذاره، یکی هنر آشپزیشو میذاره، یکی محصولی که در واقع تولید میکنه، رستورانی داره، یکی مثل من کار صنعتی که داره ارائه میکنه. در نهایت ببینی که شما به اسم بازاریابی، ولی میگه به اسم شما به کام یکی دیگه. حکایت ما شده که واقعا هر آن چیزی که تبلیغ میکنیم لایف استایل خودمون، ایده های خودمونه و شخصیت سازی خودمونه در فضای مجازی و اعتماد سازی و برند سازیه. من صحبتامو خلاصه میکنم که دیگرانم بتونن صحبت کنن. مرسی، ممنون سیروش. دوستان اگه حرف پایانی دارید بفرمایید که من این لایو دیگه تمومش کنم. در رابطه با صحبت آقای سیروس، من اینجا تو دبی با شخصی ملاقات کردم که خدا رو شکر ایرانی بودن. ایرانی‌ها همه جا موفقن، از کانادا اومده بودن و تو این بیزینس 14 سال کار میکردن و ایشون صداتون رفت زری جون. زری جون صداتون رفت. ببخشید، عذرخواهی میکنم تلفن من زنگ خورد. آره. تا اونجای شنیدیم که ایشون خیلی موفق هستن. آره، ایشون فقط $50,000 فیکس دریافت میکنن به خاطر این که 14 سال تو این کمپانی بودن و به یک موقعیتی رسیده بودن که $50,000 فقط فیکس، غیر از درآمدهایی که کسب میکردن. یعنی گفتم اینم بگم که واقعا اینو من دیگه این آقا رو به چشم خودم دیدم. آره دقیقاً درسته. توی گروهی که سیروس جان فرمودن 184,000 نفریم درآمدها رو میبینیم، همونجوری که خودمون هم به اشتراک میذاریم، ولی خب لذت بخش‌تر از همه همونایی که درآمد ثابت دارن میگیرن به انضمامی که خودشون درآمد بیشترم دارن. مرسی از دوستان که وقت گذاشتید، توضیحات لازم رو دادید. فکر میکنم این لایو خیلی خوب و مفیدی هستش و مرسی از دوستانی که تا به همین لحظه ما رو تماشا کردن و بعدا ریپلای این لایو رو میبینن. اگر که دوست داشتید که این بیزینس آنلاین رو فقط چک بکنید ببینید که چی هست و چی کار میکنه و شما قراره چی کار بکنید، فقط کافیه که به ما یه پیام بدید. همین. خیلی خوشحال شدم. شب و روز خوبی داشته باشید. بله فعلا خدا